باشید. صدا و تصویر ما رو از مهد فوتبال ایران زمین استان خوزستان شهر اولین ها شما خوبان هستیم با گزارش هفته هفتم رقابت‌های جام آزادگان تقابل نفت و گاز گشتاران داماش گیلان. بازی که دقایقی آغاز شده. عذرخواهی هم می‌کنیم به دلیل اینکه بازی قرار ساعت 18 برگزار بشه و دوستان در فدراسیون فوتبال تقریبا 20 دقیقه عقب‌تر ساعت 17:45 به ما اطلاع دادن که بازی قرار برگزار بشه در ورزشگاه شهید بینام محمدی. به هر حال ناهماهنگی‌هایی که عزیزانمون در فدراسیون فوتبال در متن اون بودند. امیدواریم که بازی زیبای عذاب در بیاد و شما علاقه‌مندان به فوتبال هم بتونید لذت کامل رو ببرید از تقابل نمایندگان استان‌های کوهگیلو و بویراحمد و گیلان، دو تیم قدیمی نفت و گاز و داماش، دو تیمی که 2 سال قبل در لیگ 2 بودن و همزمان به لیگ 1 صعود کردن، با این تفاصیل که نفت و گاز با قهرمانی در لیگ 2 به لیگ فردین نجفی، محمد شریفی، مرداد بایرامی، محمد مهدی خانی، هادی رفسنجانی، رضا آذری و فرشاد هاشمی 11 بازیکن آبی پوش رو تشکیل میدن. حمید درخشان چهره ناماشنای فوتبال کشورمون هم سرمربی داماش گیلان هست. برای نفت و گاز گشتاران امیر مقداد مالکی درون دروازه است، علی عدادیفر، روزبه آروانه، احمد داغری، امید علیپور، احمد رضا جنادله، رضا بختیاری. یه موقعیت هم برای داماشیا داشت فراهم میشد که اونجا با دخالت امیر مقداد مالکی با هم تماشا میکنیم. این پاس عجیب مصدق دریس که یه جوری در نقش مهاجم داماشیا ظاهر شد و واکنش فوق‌العاده امیر مقداد مالکی که ناجی دروازه نفت و گاز گچساران میشه توی این صحنه. عرض می‌کردم علی عدادیفر، روزبه آروانه، احمد داغری، امید علیپور، احمد رضا جنادل، رضا بختیاری، سهیل دلفی فر، محمد جایمن، مصدق دریس که نزدیک بود یه گل به خودی رو به ثمر برسونه، همراه با امین کعبی 11 بازیکن طلای پوش رو تشکیل میدن. داور مسابقه هم آقای مصطفی بینش هست، آقایان داوود اورجلو و سامان قلاوندشون رو در رو قضاوت یاری میکنن. داور چهارم میلاد نور، آقایان جمشید دانشمند ناظر داوری و سیف الله اقانی هم نماینده فدراسیون فوتبال. ظاهرا موقعیت در اختیار داماشیا قرار گرفته شده و پاس رو به عقب تشخیص داده شده توسط داور مسابقه آقای مصطفی بینش از استان تهران. موقعیت خطرناکی این هم نیمکت نشینان داماش گیلان آقای درخشان در کنار خط تیمش رو هدایت میکنه، صحبت هم میکنه با محمد شریفی بازیکن با تجربه که سابقه پوشیدن پیراهن پرسپولیس رو هم در کارنامه داره، همراه با هادی رفسنجانی. 3-4 بازیکن داماش پشت این ضربه قرار گرفتن، مستقیم نیست این ضربه و تقریبا 6-7 بازیکن نفت و گاز هم درون دروازه خودی. ببینید این موقعیت به کجا ختم میشه. مهدی خانی که رها میکنه، شماره 3 کیخسرو سیاپور، 4 کنان طاهر نژاد پشت تو قرار میگیرن همراه با محمد امینی که ببینیم نهایتاً کدام بازیکن ضربه رو خواهد زد. چه نقشه‌ای دارن داماشیا؟ اولین موقعیت جدی اونهاست، ضربه‌شو میزنه مستقیما و چه گلی هم به ثمر میرسونه کنعان طاهر نژاد. با هم میبینیم موقعیت داماشیا و گل اول بازی که برای نماینده استان گیلان به دست میاد و شادی نیمکت نشینان داماش و بازیکنان این تیم در ورزشگاه شهید بینام محمدی شهر مسجد سلیمان. ببینید در ادامه روند کار به چه شکل پیش خواهد رفت. هنوزم معترض هستن بچهای نفت و گاز گشتاران به تصمیم مصطفی بینش داور مسابقه و کمک اولی ایشون آقای
داوود اوروژلو. برای پاس رو به عقبی که داده شد در شرایط بسیار سخت قرار داد امیر مقداد مالکی رو، سنگربان نفت و گاز، و نهایتاً همین موقعیت موجب شد بچهای داماش گل اول بازی رو به ثمر برسونند. جدی‌ترین موقعیت بازی بود که برای آبی پوشان گیلانی فراهم شد روی دروازه نفت و گاز گشتاران که امیدواریم این نتیجه پایان کار نباشه برای طلای پوشان میزبان. حالا موقعیت برای نفت و گاز، امیدواریم این یه گل نوید بخش بازی پرگلی رو بده. مصدق دریس درون محوطه جریمه، فرصت برای نفت و گاز، از همون زاویه ضربه‌ش رو میزنه که توپ رو گرفت. سعید ابراهیم پور میرفت تا خیلی زود اشتباهش رو جبران کنه. مصدق دریس با هم تماشا میکنیم، پا با توپ حرکت کرد، درون محوطه جریمه بازیکن پیشرو رو هم جا گذاشت و نهایتاً ضربه‌ش رو زد. آقای یزدی رو میبینید، سرمربی نفت و گاز که هنوزم معترض به تصمیمات کمک اول دارن. تصمیم رو هم کمک اول آقای اوروژلو گرفت، داوود اوروژلو، کمک اول آقای مصطفی بینش. احساس ناراحتی میکنه سنگربان داماش گیلان. 1-0 به سود داماش. نفت و گاز ببینیم میتونه به جریان کار برگرده یا خیر. اونا 3 پیروزی و 3 شکست رو در این فصل تجربه کردن از 6 بازی گذشته. داماشیا تنها 1 پیروزی داشتن. تنها پیروزی داماش در همین ورزشگاه مقابل نفت مسجد سلیمان بوده. ورزشگاه شهید بینام محمدی خوشیوم بوده برای داماش گیلان. در داماشیا تنها 1 پیروزی داشتن. تنها پیروزی داماش در همین ورزشگاه مقابل نفت مسجد سلیمان بوده. ورزشگاه شهید بینام محمدی خوشیوم بوده برای داماش گیلان. در ابراهیم پور، سنگربان داماش، آقای یزدی و دستیارانش با داور چهارم کمک داور هم صحبت میکنم، همچون روزبه آروان، مصدق دریس و امین کعبی هم با کمک داور اول این دیدار صحبت میکنن. جدیترین موقعیت بازی، جدیترین تصمیم داوری بازی هم بود که تا اینجای کار حاصل شده. 1-0 به سود داماش. کنعان طاهرنژاد، بازیکن سابق پارس جنوبی، موفق شد گل اول بازی رو به ثمر برسونه. پرتاب برای نفت و گاز، سری پرتاب رو انجام میدن طلای پوشان. میتونه ارسال شکل بگیره، یه ارسال روی دروازه، کسی نیست از این موقعیت استفاده کنه. البته قبل از اون پرچم سامان قلاوند هم به نشانی آفساید بالا رفته بود. داره تشکر هم کنیم از جناب دکتر تاجگردون، نماینده محترم گشتاران باشت که به هر حال خیلی دارن زحمت می‌کشن. کیخسرو سیاهپور، محمد امینی، کنعان طاهرنژاد، فردین نجفی، محمد شریفی، مرداد بایرامی، محمد مهدی خانی، هادی رفسنجانی، رضا آذری و فرشاد هاشمی 11 بازیکن آبی پوش رو تشکیل میدن. حمید درخشان، چهره ناماشنای فوتبال کشورمون، هم سرمربی داماش گیلان هست. برای نفت و گاز گشتاران امیر مقداد مالکی درون دروازه است، علی عدادیفر، روزبه آروانه، احمد داغری، امید علیپور، احمد رضا جنادله، رضا بختیاری. یه موقعیت هم برای داماشیا داشت فراهم میشد که اونجا با دخالت امیر مقداد مالکی با هم تماشا میکنیم. این پاس عجیب مصدق دریس که یه جوری در نقش مهاجم داماشیا ظاهر شد و واکنش فوق‌العاده امیر مقداد مالکی که ناجی دروازه نفت و گاز گچساران میشه توی این صحنه. عرض می‌کردم علی عدادیفر، روزبه آروانه، احمد داغری، امید علیپور، احمد رضا جنادل، رضا بختیاری، سهیل دلفی فر، محمد جایمن، مصدق دریس که نزدیک بود یه گل به خودی رو به ثمر برسونه، همراه با امین کعبی 11 بازیکن طلای پوش رو تشکیل میدن. داور
مسابقه هم آقای مصطفی بینش هست، آقایان داوود اورژلو و سامان قلاوندشون رو در کنار قضاوت یاری میکنند. داور چهارم میلاد نور، آقایان جمشید دانشمند ناظر داوری و سیف الله حقانی هم نماینده فدراسیون فوتبال. ظاهرا آره موقع در اختیار داماشیا قرار گرفته شده و پاس رو به عقب تشخیص داده شده توسط داور مسابقه آقای مصطفی بینش از استان تهران. موقعیت خطرناکی، این هم نیمکت نشینانه داماش رای تعارف کرد بازیکن شماره 7 داماش و این بار آقای بینش با کمک داورش هم عقیده نیست و کورنر رو اعلام میکنه به سود داماش گیلان. یک کارت زرد هم نشان داده شد به یکی از بازیکنهای نفت و گاز. بازم اعتراض آقای یزدی که با آرامش رو دعوت میکنه داور چهارم نور. یه ارسال دیگه روی دروازه، مهدی خانی رو به عقب کار میکنه، فرشاد هاشمی، رضا آذری، یه پاس بلند به سمت چپ. اونا در جناین بازیکنای با کیفیتی دارن. داماشیا در سمت چپ و راست، داغری یه لحظه توپ رو گم کرد. همین موضوع هم موجب میشه توپ رو از دست بده. جا داره یه سلام ویژه هم داشته باشیم خدمت هموطنان عزیزمون در استان فوتبالخیز و ورزش دوست گیلان، هواداری پرشور داماش، یکی از قطب‌های فوتبال کشورمون، یکی از شناسنامه‌های فوتبال ما، تیمی که با نام‌های مختلف در ادوار مختلف تونسته در بالاترین سطح فوتبال ما حضور داشته باشه. هوادارای پرشوری که قطعا این بازی رو دارند از طریق گیرنده‌های خودشون سایت و اپلیکیشن آنتن تماشا میکنند. اونا معروف هستن به تیفوسی‌های فوتبال گیلان، تیمی که عرض کردم 2 سال قبل همراه با نفت و گاز به لیگ دستی اول صعود کرد، با این تفاوت که نفت و گاز قهرمان شد و داماش در پلی آف مقابل فولاد و نوین دیگر تیم جنوبی فوتبال کشور موفق به پیروزی شد و به لیگ یک صعود کرد. توپ رو گرفت مصدق دریس در میان میدان. فرصت برای نفت و گاز میره تا فراهم بشه. محمد جایمن یکی از تغییرات داریوش یزدی در این دیدار بوده. ارسالی که شه گرفت توسط امید علی پور. از نوعی صورت هم احساس ناراحتی میکنه مدافع داماش که خوشبختانه مصونیتش جدی نیست و میتونه به کار ادامه بده. خطا هم به سود داماش اعلام میشه روی بازیکن شماره 7. خودتون هم با هم تماشا میکنید. فردین نجفی بود که سرنگون شد. احمد رضا جنادله بود که سرنگون کرد فردین نجفی رو. داره صحبت میکنه آقای بینش با داریوش یزدی. هنوز هم معترض به اون تصمیمی که گرفته شد. پاس رو به عقب مصدق دریس در شرایطی سخت واکنش نشون داد. امیر مقداد مالکی و تشخیص کمک داور و داور مسابقه موقعیتی بود که حاصل داماش شد درون محوطه. ضربه کاشته‌ای که زده شد و گل اول بازی برای داماش گیلان به دست آمد. استان گیلان 2 نماینده داره در لیگ دسته اول باشگاه کشور، شهرداری آستارا و همین داماش. تو لیگ 2 هم که اتفاقا دیروز هفته اولش به پایان رسید، سپیدرود و چوکاتالش رو داره. استان کوهگیلو و رحمت در لیگ دسته اول نفت و گاز داره، در لیگ دسته دوم نماینده نداره. تو لیگ 3 زاکروس نوین یاسوج رو داره که اخیراً با خرید امتیاز اتحاد کوهگیلو وارد مسابقات میشه. تو لیگ 4 هم که ابوذر باشت رو داره. یه پاس بلند، حالا موقعیت برای نفت و گاز گشتاران از دروازه خارج میشه.
سعید ابراهیم پور توپ رو جمع میکنه، بازی رو هم آرام میکنه. این چهره سعید ابراهیم پور. ضربه بلند و به زمین نفت و گاز. فرصت برای مرداد بایرامی، پشت محوطه سرنگون میشه. اعتقادی به خطا نداره داور تهرانی این دیدار مصطفی بینش. حدادی فر میخواد داغری رو ببینه. حدادی فر کار خوبو، همچنان موقعیت میتونه ضربهشو بزنه، تماشایی میزنه. ضربش با فاصله کمی از کنار دروازه به بیرون میره. ضربه علی حدادی فر. جدی ترین موقعیت نفت و گاز گشتاران بود. شلیک زیبای علی حدادی فر یه جورایی با بدشانسی هم همراه شد کاپیتان شماره 2 نفت و گاز گچساران علی حدادی فر. این بار مرداد بایرامی احساس ناراحتی میکنه. بازیکن با سابقه داماشیا، تیمای مختلفی رو در فوتبال ما تجربه کرده. مرداد بایرامی از ماشین سازی تبریز هم فوتبالش رو آغاز کرده و اغلب در تیم‌های فوتبال شمال غرب کشورمون و شمال شرق کشورمون شاهد حضور مرداد بایرامی بودیم. با کمک تیم پزشکی هم بلند میشه، میتونه به کار ادامه بده مرداد بایرامی. این چهره مرداد بایرامی هست، بازیکن شماره 9 و کهنه‌کار داماشیا. قطعاً این هم نیمکت نشینان نفت و گاز گشتاران خودتون در تصویر مشاهده کردید. قطعاً توپی برسه به بایرامی میتونه خطرساز باشه روی دروازه نفت و گاز. ضربه بلند ابراهیم پور، دفعه ناقصی رو داشت بازیکن شماره 2 که خسرو سیاپور. فرصت میره تا مهیا بشه برای داماش و اونجا توپ رو دور میکنه. سهیل دلفی فرد و در کنترل توپ ناموفقه علی حدادی فر. این چهره او و مصدق دریس دو موقعیت گلزنی رو برای نفت و گاز فراهم کردند که هر دو نتیجه رو به همراه نداشته. همچنان با گل کنعان طاهر نژاد برتری 1-0 برای داماش گیلان پاورجا هست. ضربه بی هدف سعید ابراهیم پور هم به بیرون میره. به لحظات ملکوتی از آن مغرب به افق مسجد سلیمان هم میرسیم. در این ساعت معنوی آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای شما عزیزان هموطن و برای تمامی بیماران عزیزی که چه در خانه و چه در منزل هستن هم طلب شفای عاجل میکنیم. امیدواریم که بنده و همکارانمون رو در این لحظات معنوی از دعاهای خیرتون بی نصیب نگذارید. برمیگردیم به جریان مسابقه. جایمند صاحب توپ هست، 1-2 که انجام میده با 13. جنادله بادم یه ضربه و سعید ابراهیم پور که باز هم ناکام میگذاره. علی حدادی فر رو داره شانسش رو امتحان میکنه. حدادی فر روی دروازه داماش گیلان که ببین کدام یک نتیجه خواهد داد. برمیگردونه محمد شریفی، داغری به زیر توپ، فرصت برای نفت و گاز. حدادی فر بازی خوبی رو به نمایش گذاشته، یه همکاری عالی درون محوطه جریمه، یه برخورد و ادامه بازی رو اعلام میکنه مصطفی بینش و اعتراض شدید مربیان نفت و گاز گشتاران رو به همراه داره. با هم تماشا میکنیم موقعیتی که درون محوطه داماش فراهم شد. آقای یزدی و آقای اسدی دیگر کادر فنی نفت و گاز اعتقاد دارن برخوردی انجام شده روی امین کعبی. نزدیک به صحنه بود مصطفی بینش. این چهره داور تهرانی این دیدار. حدادی فر داره صحبت میکنه با او.
بازم اعتراضات آقای یزدی و کادر فنی نفت و گاز که ادامه داره. این چهره سرمربی مسجد سلیمانی نفت و گاز گشتاران. این دومین بازی نفت و گاز در مسجد سلیمان هست به عنوان بازی خانگی. 2 بازی قبلش رو در ورزشگاه قدیر اهواز انجام داده مقابل فجر شهید سپاسی شیراز و نفت مسجد سلیمان مقابل شهرداری نوشهر در هفته نخست در همین ورزشگاه دیدار خودش رو برگزار کرد. بازی خوبی رو دو تیم به نمایش گذاشتن. همچنان برتری از آن داماش آبی پوش هست. اتفاقات داوری بیشتر به چشم آمده تو این دیدار تا اینجای کار. تصمیمی که در شروع بازی گرفته شد، خطای 2 ضربی که در اون محوطه جریمه اتخاذ کرد کمک داور و گل داماشا که به دست اومد. 1-2 صحنه دیگه هم داشتیم که آقای بینش رو تیم داوری رو تحت تاثیر خودش قرار داده. احساس ناراحتی میکنه بازیکن شماره 8 داماش محمد شریفی. عذرخواهی میکنم بازیکن شماره 7 فردین نجفی است. احساس ناراحتی میکنه از داماش گیلان. بازیکن با تجربه رو حمید درخشان از چهره‌های ناماشنای فوتبال کشورمون در اختیار داره. عرض کردم که این بازی تقابل 2 مربی سرخابی فوتبال ما هم به حساب میاد. آقای درخشان که اهالی فوتبال به یاد دارن در دهه 60 و تقریبا تا اوایل دهه 70 که از بهترین های پرسپولیس بود. بازوبند کاپیتان این تیم رو هم بر بازو بستید و داریوش یزدی هم چیز در 3 سال پیراهن استقلال تهران رو بر تن کرد. بازیکن مسجد سلیمانی فوتبال کشورمون که عمدتاً اون رو با پیراهن استقلال اهواز دیده بودیم در اون اوایل از فوتبال کشورمون. هر دو هم از بازیکن‌های بسیار خوب فوتبال ما بودن. سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی رو هم در کارم دارن مربیان دو تیم آقایان درخشان و یزدی. توپ از دست رفت. پیشروی میکنه بازیکن شماره 19 داماش هادی رفسنجانی. تملک توپ میدان رو تو این دقایق آبی پوشان گیلانی در اختیار دارن. بازی رو آرام میکنن. بازم چهره آقای بینش داور پرکار تهرانی این دیدار رو تا اینجای کار شاهد بودید. بازم ادامه بازی رو اعلام میکنه مصطفی بینش. احساس ناراحتی میکنه بازیکن آبی پوش. بی توجه هم هستن به زرتوشان نفت و گاز. خودش هم بلندش رو به کار ادامه میده. بازیکن داماش گیلان امید علی پور یه برخورد خطا رو اعلام میکنه به سود نفت و گاز. داور این دیدار مصطفی بینش. موقعیت مناسبی است برای نفت و گاز گشتاران. با هم تماشا میکنید. یه پادوپایی که زد بازیکن از فصل گذشته نفت و گاز نیم فصل دوم شمس آذر قزوین امید علی پور. حدادی فر پشت توپ قرار گرفته. ببینیم این موقعیت به کجا ختم میشه. موقعیت مناسبی است برای نفت و گاز گشتاران. تجمع بازیکن دو تیم درون محوطه جریمه رو هم به همراه داریم. به شکل ارسال روی دروازه برمیگردونن مدافعان داماش. رفسنجانی این کار رو انجام داد. گام های بلند مرداد بایرامی به راه افتاده. بازم خطا رو اعلام نمیکنه آقای بینش. یه جورایی نفتی ها اعتقاد دارن که تمارض هم کرده. بازی زیبا دنبال میشه تو این دقایق. امید علی پور در اون محوطه جریمه. فرصت برای نفت و گاز. همچنان موقعیت و ضربه که زده شده در ریباند هم موفق نشد دروازه رو باز کنه رضا بختیاری. شجاعانه کار کرد توی توپ اول سعید ابراهیم پور و در برگشت هم نتونه ضربه آخرش رو بزنه رضا بختیاری. تو بازی گذشته عنوان بازیکن
تبریزی وارد زمین مسابقه میشد رضا بختیاری، اما تو این بازی از ابتدا در ترکیب نفت و گاز قرار گرفته. بازم احساس ناراحتی میکنه سعید ابراهیم پور، سنگربان داماش گیلان. واکنش های خوبی رو داشته، دوبار ضربات از راه دور رو توسط علی عدادی فر گرفته. تو این صحنه هم که دیدید اجازه نداد بختیاری دروازه رو باز کنه. یه بار هم که مصدق دریس رو ناکام گذاشت سعید ابراهیم پور. این بار معترضن داماشیا، آقای درخشان و دیگر اعضای کادر فنی داماش به تصمیمات تیم داوری این دیدار. بعد از مدت هم شاهد حضور حمید درخشان روی نیمکت داماش هستیم. برای چندمین بار هست که سعید ابراهیمی احساس ناراحتی میکنه. سنگربان شماره 1 داماش گیلان. بازی از سر گرفته میشه. فرصت برای گیلانی ها میره تا فراهم بشه. کنترل قشنگ مصدق دریس. امید علیپور قصد عبور داره، موفق هم هست. موج حمله شکل گرفته. فرصت برای نفت و گاز گشتاران. یه پاس در عمق، یه جورایی توپ رو گم کرد رضا بختیاری. داغری پیشروی نفتی‌ها به سوی دروازه داماش. ارسال روی دروازه توپ برخورد میکنه به محمد امینی. داغری موفق است. فوق العاده است این احمد داغری. یه پاس در عمق، فرصت برای عدادی فر. یه پاس رو به بیرون، کسی نیست از این موقعیت استفاده کنه. اشتباه مرداد بایرامی. امید علیپور توپ رو پس گرفته. دو بازیکن پیش رو داره و اونجا تمارض امید علیپور رو تشخیص میده. به شدت هم سعید ابراهیم پور ناراحت از عملکرد خط دفاعیشو. یه واکنش رو داره با هادی رفسنجانی، بازیکن شماره 19. حتی این حرکات طبیعی است، به هر حال سنگربان هست و فشار زیادی رو متحمل میشه دروازه‌بان در جریان مسابقه. دیدید که به چه شکل امید علیپور سرنگون شد. برای اخطار رو دریافت میکنه امید علیپور از سوی مصطفی بینش. من یادم میاد ادوین وندرسا، سنگربان سابق تیم ملی هلند، اغلب اینجوری درگیر بود با خط دفاعی خودش. برای اونایی که مستطیل سبز رو تجربه کردن و قفس توری رو بیشتر درک میکنن حرکت سنگربان داماش سعید ابراهیم پور رو. کار ترکیبی قشنگ داماشیا. بایرامی یه ارسال کوتاه روی دروازه، موقعیتی که از دست میره برای داماش. مهدی خانی بود که نتونه ضربه آخر رو بزنه. میبینیم با هم پاس تماشایی مرداد بایرامی و ضربه مهدی خانی یه تاثیرم گذاشت. امین کعبی. بازم داریوش یزدی رو در تصویر مشاهده میکنید، سرمربی نفت و گاز گچساران، تیمی که هنوز طعم تساوی رو نچشیده در رقابت لیگ دسته اول. جایمند پیشروی میکنه، پیش به سوی دروازه داماش. حدادی فر یه سر توپ، بازم جایمند یه ضربه تو برخورد میکنه به مدافعان داماش. داغری جا برای ارسال هست، یه ارسال روی دروازه. بختیاری فشار حفظ میشه. داغری بازیکن شوت زنی هم هست. علیپور میتونه ضربهشو بزنه. تعلل امید علیپور موجب میشه توپو رو بزنن. میتونست بهتر از اینا تو این صحنه کار کنه امید علیپور. یه برخورد. ادامه بازی رو اعلام میکنه داور مسابقه و اعتراض شدید داریوش یزدی رو به همراه داره. از محوطه فنیش هم فاصله گرفته آقای یزدی. افشین کمایی هم در کنار او معترض به تصمیمات داور تهرانی. این دیدار خودتون در تصویر مشاهده میکنید. کلا قضاوت پرسر و صدایی رو داشته. مصطفی بینش و کارت زرد رو نشون میده به
نبی اسدی یکی از مربیان نفت و گاز گشتاران به هر حال برخورد مشکوک بود و تصمیمات براده کارشناسان محترم داوری قرار میدیم در برنامه مختلف تلویزیونی من جمله فوتبال یک به اتفاقات داوری رسیدگی خواهد شد. با هم تماشا میکنیم حرکتی که انجام شد روی مصدق دریس و ادامه بازی که اعلام کرد داور مسابقه. فکر کنم با کمی تأخیر خطا رو اعلام کرده به سود نفت و گاز گشتاران. خیلی این تصمیم عجیب بود، حداقل بعد از 6-7 ثانیه تصمیمش رو اتخاذ کرد مصطفی بینش، اونم بازم کمک اولش بهش کمک کرد آیه اوروژلو. جایمند همراه با توپ به بیرون میره، محمد جایمند، او هم دیگر بازیکنی بوده که در این بازی از ابتدا در ترکیب نفت و گاز گشتاران قرار گرفته. داره بازم یه تشکر جانانه داشته باشیم از جناب آقای دکتر تاجگردون نماینده محترم گشتاران و باشت، تلاشاشون رو دارن انجام میدن برای اینکه هرچه سریعتر شاهد ترمیم زمین چمن مجموعه ورزشی شهدای نفت گشتاران باشیم و نفت و گاز بتونه در ادامه بازی خانگیش رو در شهر خودش برگزار کنه و بتونه با حضور هواداری پرشور گشتارانی استقبال کنه از میهمانان خودش. درون محوطه جریمه توپ رو گرفت سعید ابراهیم پور، بازی رو هم آرام میکنه و همچنین جناب مهندس کمالی مدیریت محترم شرکت بهره‌برداری نفت و گاز و دکتر انبریان مدیریت امور ورزش نفت و گاز، عزیزانی که تلاش میکنن تا بازی‌های خانگی نفت و گاز در خانه بتونه هر چه سریعتر انجام بشه و مهمتر از همین که شاهد بازی خانگی با اینکه در گشتاران نیست در زمین‌های مطلوبی برگزار بشه. فرصت برای جنادله، انتقال بازی به سمت راست جالب بود حرکت احمد رضا جنادله، یکی از بازیکنان خوزستانی نفت و گاز. نتایج بازی همزمان را هم مرور میکنیم، مثل کرمان و مثل شهر بابک در دربی کرمان با تساوی بدون گل در حال جریان هست. شهر راز و پارس جنوبی، پیکان و بی‌سط کرمانشاه، شهرداری آستار و شهرداری نوشهر هم با همین نتایج بازیاشون در حال جریان هست. سایپا یه گل زده به نفت مسجد سلیمان، آری اسلام شهر هم به همین شکل به نیروی زمینی. داماش هم که خودتون شاد هستید یه گل جلو است نفت و گاز گشتاران. صنعت نفت مثل سنگون و پالایش نفت بندرعباس و فجر سپاسی هم دیگر بازی‌های هستن که امروز برگزار میشن در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم لیگ آزادگان. مصدق دریس درون محوطه جریمه، فرصت برای نفت و گاز. این ضربه یه لحظه قاطی هم کردن دو بازیکن نفت و گاز داغری با 24 جایمند. روزبه آروانه، جایمند، علیپور، فرصت برای نفت و گاز. علیپور درون محوطه جریمه، بازم سرنگون شد، یه کارت زرد هم داره امید علیپور. سوار بربازی هستن تو این دقایق شاگردان داریوش یزدی. حدادی فر گرسال و اونجا خیلی راحت توپ رو به آغوش میکشونه سعید ابراهیم پور. نفت و گاز گشتاران هفته گذشته مقابل مثل شهر بابک پدیده این فصل رقابت لیگ دستی اول در شهر بابک 2-0 تمام شکست داد. داماش هم در خانه مقابل پارس جنوبی جمع 1-1 مساوی کرد. فردین نجفی گل داماش رو به ثمر رسوند. بازی خانگی داماش در ورزشگاه شهید عزادی رشت برگزار میشه، از ورزشگاه قدیمی فوتبال کشورمون. بازی خانگی نفت و گاز هم که دیگه خودتون شاهد هستید در استان خوزستان
در دو شهر اهواز و مسجد سلیمان تا اینجا کار برگزار شده. باز هم چهره آی بینش رو شاهد بودید. عرض کردم با قضاوت پرسر و صدایی که داشته، واکنش کادر فنی دو تیم رو هم به همراه داشته. توپ رو در اختیار داره که خسرو سیاپور. عذرخواهی می‌کنم کنان طاهر نژاد دنده تک گل بازی تا اینجای کار. هاشمی رو به عقب با ابراهیم پور کار میکنه. ضربه بلند ابراهیم پور به زمین نفت و گاز. جالب نبود دفع توپ روزبه آروانه. نجفی، بایرامی، فاز حمله داماشیا در حال اجرا هست که اونجا کار رو آرام میکنند. شریفی رو میخواستن راه بندازن، اونجا مشایعت میکنه مصدق دریس. توپ رو میرسونه به امیر مقداد مالکی. 2 سال قبل در رقابت لیگ دسته دوم هم دو تیم با هم گروه بودن. مناسبی است برای داماش. ضربه‌شو میزنه امیر مقداد مالکی، واکنش نشان میده. کار خطرناکه امیر مقداد مالکی که به هر حال اعتماد به نفس خودش رو تو این صحنه نمایش داد. حدادی فر بازی جونداری از آب در اومده تا اینجای کار. جایمند میخواد راه بندازه بختیاری رو، بازم جایمند با سری پایین و چشمانی بسته یه پاسی بی هدف رو داد و نهایتاً ارتباط رو هم قطع میکنن آبی پوشان گیلانی. شریفی پا به تو برکت میکنه محمد شریفی، بازیکن بوشهری داماش گیلان. 4 فصل در پرسپولیس بود محمد شریفی. سابقه حضور در فوتبال تاجیکستان رو هم در کارنامه داره محمد شریفی. از سمت چپ یه ارسال درونه محوطه جریمه. فکر کنم توپ رو با دست زد بازیکن داماش گیلان. نزدیک بود یه گل مارادونایی رو به ثمر برسونه که البته مارادونای فقید چنین گلی رو نزد دیگه. اون گل خیلی سالها از چشمان دوستداران فوتبال هم پوشیدنی بود تا اینکه داور تونسی اون بازی خودش اعتراف کرد که مارادونا توپ رو با دست بگو دروازه پیتر شلتون افسانه‌ای رسونده. معروف شد اون گل دست به خدا. حالا فردی نجفی نزدیک بود که چنین گلی رو به ثمر برسونه. خیلی عجیب بود البته این کار فردی نجفی، شبیه اسپک بود ضربه فردی نجفی و خیلی هم تابلو بود. علی عدادی فر در لیگ ما اتفاقات زیادی شاهد هستیم. بایرامی توپ رو دور میکنه. نجفی، هر دو تیم در دریافت کارت زردا مساوی هم هستن. امین کعبی، حدادی فر به میانه میدان آمده تو این بازی. علی حدادی فر یه حرکت تماشایی، ارسال روی دروازه که توپ به بیرون میره. این موقعیت هم از دست میره برای نفت و گاز گچساران، میزبان این دیدار. نفت و گاز مقابل بیست کرمانشاه فرج سپاسی شیراز هم مثل شهر بابک تن به شکست داده مقابل شهرداری نوشهر. نیروی زمینی تهران و نفت مسجد سلیمان هم موفق شده پیروزی رو به دست بیاره. هر سه پیروزی نفت و گاز با برتری 1-0 بوده. حدادی فر، داغری موفق نبود در کنترل توپ. احمد داغری، روزبه آروانه، جناد علی رو دستش داره کعبی رو. جایمند، این بار کار ترکیبی شاگردان داریوش یزدی تماشایی است.
دقایقی است که توپا رو در اختیار دارن. با بازی کوتاه خودشون نزدیک میکنن به دروازه داماش گیلان. جایمند، حدادی فر، یه ارسال روی دروازه، فرصت برای علیپور، همچنان موقعیت برای نفت و گاز. تکل شجاعانه رفسنجانی است که اجازه نداد دروازه داماش باز بشه. کار قشنگ نفت و گازی در بازی کوتاه با پاسای نزدیک به هم خودشون در موقعیت گلزنی قرار میدن. کورنر به سود نفت و گاز. با هم تماشا میکنیم ضربه علیپور و اونجای پا کم آورد بختیاری. مجددا موقعیت برای نفت و گاز درون محوطه. رفسنجانی توپ رو دور میکنه. پاس خوب کعبی به سمت راست، یه پاس رو به بیرون، فرصت برای جایمند. تو برخورد میکنه به کیخسرو سیاپور. نجفی فاز حمله میتونه شکل بگیره برای داماش، یه پاس در عمق و تکل بلند روزبه آروانه، مدافع مستحکم و چرامی نفت و گاز گشتاران. امید علیپور، فرصت برای نفت و گاز درون محوطه جریمه. بازم یه برخورد انجام شد و باز هم معترضن نیمکت نشینان نفت و گاز گشتاران. بازم دست به جیب میشه آقای مصطفی بینشو. کارت زرد رو به داریوش یزدی نشون میده. هر قضاوت پرتنشی رو به همراه داشته داور تهرانی این دیدار و بسیار پر سر و صدا. میبینید اعتراضات افشین کمایی، مهاجم تنومند اواخر دهه 70 و دهه 80 فوتبال کشورمون و صحبت‌های مصطفی بینش با داریوش یزدی. ببینید چه اتفاقی افتاد. کیخسرو سیاپور بود، درگیر بود با امید علیپور همراه با فرشاد هاشمی. احساس ناراحتی هم میکرد امید علیپور، دارن دستی به صورت او برخورد کرده. امید علیپور یک کارت زرد رو دریافت کرده از سوی داور این دیدار. بازی جوانمردانه رو به خوبی رعایت میکنن طلای پوشان نفت مسجد سلیمان. عذرخواهی میکنم، نفت و گاز گشتاران. برای بازی در مسجد سلیمان هست، در ورزشگاه خانگی باشگاه نفت مسجد سلیمان که این تیم هم از خانواده نفت و گاز گشتاران هست. اینجا هم سوت پایان نیمه اول این دیدار به صدا در میاد. نفت و گاز گشتاران 0، داماش گیلان 1. استراحتی 15 دقیقه میکنیم انشالله با خب دوستان سلام، علیرضا هستم از وارش اسپورت. صدای من رو میشنوید، تصویر من رو ندارید. امیدوارم که از دیدن نیمه اول بازی لذت برده باشید. بازی که در همون ابتدای نیمه اول با یک پاس به عقبی که بازیکن‌های نفت و گاز گشتاران دادن منجر به ضربه ایستگاهی برای ما شد از حدود 6 قدم دروازه که کنعان طاهرنژاد اون رو تبدیل به گل کرد. تمام نتایج اگر به همین شکلی که الان هستن اگر بخوان باقی بمونن، ما در پایان امروز در جایگاه 9 جدول قرار میگیریم که فکر میکنم اولین باره که در این فصل و فصل گذشته ما تونستیم خودمون رو به نیمه اول جدول برسونیم. البته بازم عرض میکنم اگر نتایج همشون به همین شکلی که الان هستن باقی بمونن. یه خورده کامنت های شما هم که من بخوام بخونم، دوستی به اسم امیرحسین زمانی نوشته به امید برد نفت و گاز گشتاران. خب طبیعیه که هر کدوم از هوادارهای هر تیم آرزو داشته باشن که تیم خودشون برنده بشه. ما هم دوست داریم که طبیعتاً داماش برنده بشه. فقط این نکته رو بگم که تیم نفت و گاز گشتاران، حالا من فارغ از بحث هواداری دارم میگم، خیلی روی نیمکتش تیم پرتنشیه و این تنش داشتن زمانی که بتونه داور و تیم حریف رو تحت تاثیر قرار بده، خب میتونه شاید برای تیم خوب باشه، ولی زمانی که میبینید داور تحت تاثیر قرار نمیگیره و تیم حریف هم
وارد این بازی‌ها نمیشه، اینجور تنش‌ها معمولاً به ضرر خود اون تیم میشه و همین اتفاق هم به نظرم افتاد. یعنی می‌بینیم که کارت‌های زیادی دارن میگیرن، با استرس دارن بازی میکنن. اگر تیمتون بخواد نتیجه بگیره به نظر من باید این تنش‌ها ازش کم بشه. ولی برسیم به هواداری خودمون. یکی از دوستان نوشته داماش قلب آبی، فردی نوشته کی پخش میشه؟ یه خورده بازی 10 دقیقه لایو دیر شروع شد. نیما نوشته به امید برد داماش. عرضم به خدمت شما که دیگه کامنتاری خورده بیام پایین. فقط داماش گیلان، داماش فوقا کن. ترجمه بخوام بکنم برای دوستانی که گیلکی بلد نیستن، یعنی داماش فرو کن، داماش برو بعدی. یه سری کامنت ها هست که نمیتونم بخونم. نتیجه یکیشه، ولی یکیشه. ممنونم پژمان جان، لطف داری. یه خورده سعی کردیم که کانتراست و کیفیت رنگ رو بالا ببریم که به نسبت کیفیت فرستنده کیفیت تصویر ما یه خورده بهتر باشه. علی رهبر نوشته که کامنت یکی از دوستان رو بخون. دقیقا همون رو نخوندم. عرضم به خدمت شما که امیر حسین نوشته ممنون که جواب دادید، خواهش میکنم. امیدوارم که به هر حال فارغ از نتیجه بازی خوبی ببینیم که نیمه اول حالا من زیاد متمرکز نبودم روی بازی، ولی تا جایی که دیدم بازی نسبتا خوبی بود. به نتیجه کاری ندارم، کل کیفیت بازی رو عرض میکنم. یه خورده از دفاع راست هم تیم ما داماش مشکل داشته به نظرم. حالا ما تو بازی‌های قبلی هم دیدیم که یه خورده از دفاع راست مشکلاتی داشتیم. امیدوارم که این قضیه برای ما مشکل ساز نشه. من کامنت‌های علی رهبر رو که میخونم یه ذره خندم میگیره. حالا شما خودتون که کسایی که تو لایو هستید میتونید کامنت بقیه دوستانم بخونید دیگه، جلوتونه. آرمان نوشته که اگر ببریم عالی میشه. حالا دیدیم که علیرضا ابراهیمی کاپیتان اولمون هم تو این بازی نبود. حالا ماجرایی پیش اومده که تو بازی‌های خارج از خونه بیشتر بازی علیرضا ابراهیمی نیست، هرچند که این بازی رو حالا چیزی که اعلام کردن اینه که مصدوم بوده واقعا و مشکلاتش ظاهرا حل شده. نه امو دقیقاً در مورد علیرضا ابراهیمی داشتم میگفتم که این بازی نیست. حالا دلیلش چیه نمیدونم، گفتن که مصدومیته. پژمان پاسکیابی نوشته که درخشان این بازی رو ببره میشه سلطان برد بیرون از خانه. آره به نوعی میتونه بشه. خیلی جالبه. حالا ما تنها بردی که توی این فصل داشتیم دقیقاً جلوی نفت مسجد سلیمان توی همین استادیوم بود. الان هم حالا یک نیمه که فعلا بردیم باز توی همین استادیومه. اگر خاطرتون باشه ما تصویر بازی بعدی هم که داشتیم میذاشتیم توی اینستاگرام و کانال تلگراممون همین رو نوشته بودیم که آیا دبل پیروزی برای ما به دست میاد یا نه، که حالا تا اینجایی کار که به دست اومده. امیدوارم که مثل بازی قبلیمون توی رشت یک نیمه نخواهیم که دفاع کنیم. دیدیم توی همین نیمه اول تیم که داشت بازی میکرد باز هم موقعیت‌هایی رو داشت. درسته که نفت و گاز گچساران هم موقعیت‌هایی رو داشت، ولی ما هم به هر حال موقعیت داشتیم. امیدوارم داماش به هر حال نیمه دوم بازی خودش رو بکنه، کار نداشته باشه که بخواد حالا نتیجه رو حفظ کنه. علی رهبر نوشته علیرضا ابراهیمی مرد بازی‌های خانگی. آرمان نیک نوشته داخل خونم بردهامون شروع میشه. حالا نمیخوام ناامیدانه حرف بزنم، حالا ما یه گروه خصوصی که داریم من توش نوشتم به نظر من اونجا پیش بینی کرده بودم که بازی 1-0 میشه، ولی بازی هنوز تموم نشده. یعنی زیاد هم نباید تصور کنیم که 100% بازی رو بردیم. احتمال هر نتیجه‌ای وجود داره. ممکنه که گل‌های بیشتری بزنیم، ممکنه که بازی مساوی بشه، ممکنه ببازیم، حتی کامبک بخوریم. از داماش امسال هیچ چیزی بعید نیست. یعنی باید وایسیم واقعا ببینیم که تا پایان نیمه دوم چه اتفاقی میفته. یکی از دوستان به اسم ام، یعنی اسمش همین امه، نوشته فوری بازی‌های داماش تا پایان فصل به مسجد سلیمان انتقال یافت. ایده خیلی خوبیه. حالا جالبم اینه ما مثلا امسال تمام تمرینامون رو توی زمین
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان داشتیم. بعد هیچ تمرینی توی ورزشگاه عضدی یا سردار جنگل رشت نداشتیم. بعد 5 تا از بازیامون که توی عضدی بود، یکی دیگه‌ش هم توی سردار جنگل بود. یعنی عملا ما خودمون توی رشت هم شبیه همین تیم گشتاران یه جورایی توی زمین هامون میهمانیم خودمون. حالا درسته که هوادارامون هستن، ولی از نظر بازی کردن روی اون زمین واقعا میهمان هستیم. نوشته باید، یکی از دوستان نوشته باید از کادر مربی حمایت کنیم، انشالله این تیم امسال مدعی صعود باشه و سال بعد با اطمینان صعود کنیم. یه خورده به نظر من این صحبت خوشبینانه است، ولی خب به نظرم حالا انتظارات خیلی بالایی هم واقعا نباید داشت. من به شخص خودم رو عرض میکنم، حالا بقیه دوستان رو نمیدونم، شما میتونید نظراتتون رو بنویسید. من به شخص فکر میکنم که تیم اگر در نیمه اول جدول، یعنی از جایگاه مثلا سوم چهارم تا جایگاه نهم اگر باشه، من به شخص راضی هستم. زیادم فرق نمیکنه واقعا کجا. امیر حسین زمانی که خودش هوادار نفت و گاز گشتاران هست نوشته که نفت و گاز گشتاران راحت میبازه. اتفاقا من داشتم نتایج نفت و گاز گشتاران رو نگاه میکردم. یه تیمی کاملا سیستم بازیش انگار برخلاف داماش، یعنی داماش به همراه دو تا تیم دیگه بیشترین مساوی‌ها رو این فصل داشتن، ولی نفت و گاز گشتاران بازیش کاملا سینوسی بوده، یعنی یا برده یا باخته، اصلا مساوی نداشته، که در نوع خودش جالبه. یعنی خیلی انتحاری بازی میکنه، یا میبره یا میبازه قشنگ، یعنی اصلا به مساوی و اینا انگار فکر نمیکنن. این چیزیه که حالا از نتایجش تا این لحظه به نظر میاد. پژمان نوشته که امیدوارم یه اسپانسر برای وارش پیدا بشه، شما خیلی زحمت میکشید، فقط به عشق داماش. ممنونم ازت پژمان جان. حالا خودت و چند تا دیگه از دوستان در ابتدای فصل یک دونیتی داشتید که این دونیت ها معمولا البته زحمت های شما واقعا روی چشمان ماست، ولی خب این دونیت ها در حد همین هزینه های اینترنت و اینجور چیزا کفاف میکنن. حالا البته همین هم جای بحث داره که اصلا یک سایت و رسانه هواداری آیا باید مثلا بازی‌ها رو بیاد پخش کنه، آیا مثلا ما باید عکاسی کنیم، ما باید نمیدونم کارهای گرافیکی انجام بدیم. این خودش جای بحث داره، اینکه باشگاهمون چرا این کارا رو انجام نمیده. ولی به هر حال زمانی که این خلا وجود داره ما سعی می‌کنیم این کارو انجام بدیم، حالا با اسپانسر بی اسپانسر دیگه کاریه که از دستمون برمیاد دیگه به هر حال. ولی ممنونم به هر حال از لطفت. علی رهبر نوشته خوبه دیگه، همراه با وارش میگیریم تو هواپیما در مسیر مسجد سلیمان در دیدارهای خانگی. دیگه دست چارتر کردن تیممون هم که خوبه دیگه، میگیم که این هوادارا چارتر کنن بریم مسجد سلیمان بازیامون انجام بدیم. آره امیر حسین جان، ما دوران خوبی رو در لیگ برتر داشتیم، حتی بعدتر که سقوط هم کردیم به فینال جام حذفی رسیدیم. متاسفانه به دلیل حمایت هایی که اینجا توی گیلان و رشت از تیم نمیشه، خب تیم این وضعیت رو پیدا کرده. یعنی از نظر مالی تو این چند سال اخیر اصلا به هیچ وجه وضعیتمون خوب نبوده. اگر روزی واقعا یک اسپانسر به درد بخوری پیدا بشه، طبیعتا داماش میتونه با هوادارها و پتانسیل ورزشی که اینجا توی گیلان هست از نظر بازیکن میتونه به لیگ برتر هم برسه. آرمان نیک نوشته درسته این تیم امسال برای صعود بسته نشده، حتی برای در کورس بودن صعود هم بسته نشده. منم باهات موافقم. این تیم همین که بتونه در نیمه اول جدول باشه به نظرم خوبه. حالا میگم هر کدوم از دوستان البته نظر خودشون رو میتونن داشته باشن، ولی نظر من اینه که در نیمه ابتدایی جدول هم باشیم قابل قبول خودش. حالا من تصویر رو دارم میبینم، بازی هنوز شروع نشده. یک بارم در نیمه اول تصویر قطع شده بود، از دقایقی قبل‌تر داشت دوباره پخش میشد. امیدوارم همکاران من دوستان بهم بگن اگر بازی بنا به هر دلیلی شروع شد و من تصویر رو نمیبینم بهم اطلاع بدن.
آرمان نوشته که آرمان غریب میره همراه با وارش‌های خارج از خانه. آره، آرمان غریب اتفاقا یه دونه از اپیزودهای همراه با وارش رو ساخته بود که مشهد بود و جالب بود در نوع خودش، حالا کاملا متفاوت بود دیگه. کم کم فکر کنم نیمه دومم باید شروع بشه. من دیگه حالا زیاد حواسم به تایم بازی نبوده. دم شما هم گرم که نیمه اول تموم شده ولی هنوز اینجا هستید، داریم با هم صحبت میکنیم. البته حالا به نوعی مزه این بازی هم هست دیگه، یعنی یه رسم نانوشته‌ای شده که خیلی اوقات اینجا دوره همین میشینیم گپ میزنیم. علی رهبرم که نوشته سر کاره، من خودم هم خونم، به خاطر همین تصویر من رو ندارید. یکی از دوستان به اسم حیات وحش نوشته که بچه‌های محله پاکت سازی پشت داماش هستن، دمتون گرم. اما نوشته که عزادی درست میشه سکوهای روبرو؟ نه نمیشه، یعنی فعلا برنامه براش نیست، فقط اون قسمت روبرو سمت راست اونجا داره صندلی میخوره. زیرپوش رکابی سفید تنه علی رهبر اگر برات سواله، با شورتک. خیالت راحت شد؟ دوستان یه قهوه چایی چیزی بخورید. من خودم دارم با قهوه از خودم پذیرایی میکنم که تا نیمه دوم بخواد شروع بشه. آره، بچهای نفت و گاز گشتساران اومدن توی زمین، داماشی‌ها هنوز نیومدن. داماشی‌ها هم طبیعتاً به زودی باید وارد زمین بشن که با شروع به هر حال نیمه دوم با پخش بازی در خدمت شما باشه. نه اون ساخته و پرداخته ذهن خودت بود علی جان، کت با شورت نبود. الان زیرپوش با شورت ولی اون موقع هم کت بود با شلوار. وحید نصرتی نوشته خدا قوت، لطفاً از تجهیز استادیوم عکس و فیلم بگیرید بذارید. تجهیز خاصی نیست دیگه، اونجا اون سکوی داره صندلی میخوره، همینه، تجهیز خاصی نیست. اسکوربورد همونه، چمن حالا یه خورده بلندتر شده، هنوز وضعیت مناسبی نداره، همین، نکته خاصی نداره. ولی چشم اگر گذرمون خورد از همون صندلی گذاشتنه به هر حال فیلم و عکس میگیریم میذاریم. هاشمی ذهنش کثیفه دیگه علی جان. ذهن کثیفی داره علی هاشمی. خودش کجاست؟ نیومده تو لایو؟ فکر کنم سر کار باشه. یه زومی داره میشه روی تصویر، فکر کنم کم کم باید شروع بشه. نمیدونم چرا بچهای داماش هنوز وارد زمین نشدن. یکی دو نفر اونور دارن گرم میکنن، داورام اومدن، بچهای داماش هنوز نیومدن. فکر کنم هیچ اصراری به زود اومدن توی زمین ندارن که البته اگر خیلی بخوام طول بدن ممکنه که دچار جریمه هم بشن. نقل و انتقالات تا کی هست؟ نقل و انتقالات نداریم که دیگه، میره تا نیم فصل. واقعا خب بچهای داماش هم دیگه کم کم دارن وارد زمین میشن. من نمیدونم اینجا چی دارن پخش میکنن. خب آهنگ داره پخش میکنن، اون بهتر که صداشون قطعه. به محض اینکه گزارشگر بازی حالا شروع کنه به صحبت کردن، من حتما صدای خودم رو قطع میکنم که شما صدای گزارش بازی رو بشنوید. این نیمه داماشی‌ها از راست به چپ باید حمله کنن. یه تعویضی هم اینجا برای تیم نفت و گاز گشتساران رخ داد. حالا من خوب ندیدم، نمیدونم 17 شون بود با 70 چند فکر کنم. و بچهای نفت و گاز گشتساران هم از چپ به راست، در پوشان نفت و گاز گشتساران هم باید از چپ به راست بازی کنم. ما فصل پیش بازی با گشتساران رو نرفتیم
بنا به دلایل مختلف بازی 3-0 انضباطی شد. بازیمون توی رشت با گشتاران هم 1-1 شد. الان هم که خود به خود بازی گشتاران اومده مشت سلیمان، بازم گشتاران نرفتیم. گشتاران یه جورایی برای داماش انگار طلسم شده و تو این 2 سال اخیر هرگز نتونستیم بریم گشتاران. بازی برگشت هم که بچه‌های گشتاران ما بیان رشت دیگه احتمالاً میره تا سال بعد. اگر جفت این تیم‌ها در لیگ 1 بودن که احتمالاً سال بعد باید بریم به هر حال گشتاران و اونجا مهمان گشتاریانیا باشیم. خب بازی هم شروع شد. من دیگه صحبتی نمی‌کنم که شما گزارش بازی رو بتونید بشنوید. داماش گیلان آنچه که در نیمه اول گذشت بالا تصویر هم مشاهده می‌کنید. برتری 1-0 داماش مقابل نفت و گاز گشتاران بود. یه تعویض رو در شروع نیمه دوم آقای یزدی انجام داد. رضا بختیاری بازیکن شماره 17 از زمین مسابقه خارج شد. علی کثیر با تجربه به زمین مسابقه آمد. امیدواریم که نیمه دوم دو تیم میتونن بازی قشنگی رو به نمایش بذارن. هم چهره داریوش یزدی سرمربی نفت و گاز گشتاران. به هر حال نیمه دوم نیمه مربیان است. ببینید تفکرات آقای یزدی، آقای درخشان کدام یک پاسخگو خواهد بود. برای اون دسته از عزیزانی که با شروع نیمه دوم با ما همراه هستند خیلی سریع عرض میکنم: امیر مقداد مالکی، علی عددیفر، روزبه آروانه، احمد داغری، امید علیپور، احمد رضا جنادله، سهیل دلفیفر، محمد جایمند، مصدق دریس، امین کعبی و علی کثیر حضور دارند. داریوش یزدی هم سرمربی نفت و گاز گشتاران هست. برای داماش گیلان هم که بدون تغییر نیمه دوم را آغاز کردن، سعید ابراهیم پور درون دروازه هست. کار قشنگ جایمند رو در این صحنه مشاهده کردید. توپ رو از بالای سر محمد شریفی عبور داد. کیخسرو سیاپور، محمد امینی، کنعان طاهرنژاد، فردین نجفی، محمد شریفی، مرداد بایرامی، محمد مهدی مهدیخانی، هادی رفسنجانی، رضا آذری و فرشاد هاشمی بازی میکنن. سرمربی داماش هم حمید درخشان هست. داور مسابقه مصطفی بینش، آقایان اورژلو و قلاوندشون رو در امر قضاوت یاری میکنن. فرصت برای نفت و گاز، چه گلی! یه سوپر گل رو به ثمر میرسونه محمد جایمند. زیبا زد محمد جایمند. میتونیم با هم شاد گل تساوی بخش نفت و گاز گشتاران هم باشیم. توپ دقیقاً به جای فرستاد که هیچ کاری از دستان سعید ابراهیم پور هم بر نمی آمد. با هم تماشا میکنیم. جایمند مزد بازی خوبش رو هم گرفت. یه ضربه تماشایی و توپی که دقیقاً چسبید به سکنج دروازه داماش گیلان. یک مساوی. تقابل شمالی و جنوبی های ورزشگاه شهید بینام محمدی مسجد سلیمان با تساوی برای دو مربی سرخابی فوتبال کشورمون. حمید درخشان و داریوش یزدی در حال جریان هست. انصافاً زیبا زد محمد جایمند، بازیکن اهوازی نفت و گاز. همین چهره با پشت پا توپ رو میخواد برسونه به علی کثیر. رضا آذری در قلب خط میانی. حالا موقعیت برای بایرامی در میان دو بازیکن نفت و گاز. فرصت برای فردین نجفی. کار رو سخت میکنن برای نجفی و اجازه ندادن ضربه پایانیشو روانی دروازه کنه. موج حمله داماشیا همچنان حفظ میشه روی دروازه نفت و گاز گشتاران. کار خوبه بازیکن‌های نفت و گاز. بازم شاهد گل جایمند هستیم و فاز حمله که شکل گرفته برای نفت و گاز. پرتعداد هم هستن. فرصت برای نفت و گاز و گل دومین تیم که ببینید به دست خواهد آمد یا خیر. حدادی فر توپ رو به کجا فرستاد علی حدادی فر. این چهره تو نیمه اول دو بار شانسش رو امتحان کرد، او رو ناکام گذاشت. سعید ابراهیم پور تو این صحنه خود او ضربه‌شو خیلی بد زد. علی حدادی فر. بازی داره زیبا دنبال میشه تو نیمه دوم. آغازگر بازی است سعید ابراهیم پور. کوتاه کار میکنه با محمد امینی. یه پاس بلند. آروانه
تو به دستش برخورد میکنه، اعلام خطای هند میکنه. مصطفی بینش داور تهرانی این دیدار. تصمیمات تو در نیمه اول اعتراض مربیان نفت و گاز و داماش رو به همراه داشت. بارها آقای یزدی و درخشان به تصمیمات داور تهرانی بازی معترض بودن. 4 کنان طاهر نژاد، یه پاس در عمق، دفع ناقص مدافعان نفت و گاز، یه طرف بعد موقع، فرصت برای داماش، همچنان خطر روی دروازه نفت و گاز و ضربه‌ای که میزنه فرشاد هاشمی تو با فاصله کمی از کنار دروازه به بیرون میره. انصافا نیمه دوم بازی جذابی رو دو تیم به نمایش گذاشتن. نفت و گاز گشتاران 1، داماش گیلان 1. با هم مشاهده میکنیم در نمای آهسته ضربه از راه دور فرشاد هاشمی بازیکن شماره 88. حالا جایمند گل تساوی بخش نفت و گاز رو به ثمر رسوند. حدادیفر در سمت راست، یه پاس رو به بیرون میره تا دروازه باز بشه. اونجا دخالت مدافعان داماش گیلان. میتونم به جرئت بگم نیمه دوم این بازی از زیباترین بازی‌های چند فصل اخیر فوتبال در کشور ما بوده. در قلب خط دفاعی امین کعبی تو در اختیار داره، با داغری کار میکنه. داغری، جایمند، چهره داریوش یزدی رو مشاهده میکنید. اعتراضات او در نیمه اول یک کارت زرد رو برای او و همراه داشت. علی کثیر یه پاس در عمق، ناهماهنگ بود تو این صحنه. علی کثیر با علی عدادیفر بازیکن شماره 2 نفت و گاز گشتاران. علی کثیر بازیکن ناماشنای فوتبال کشورمون از شهر هره، شهرستان شوش، استان خوزستان هست. علی کثیری که با داماش گیلان مسیر حضور در لیگ برترش رو انتخاب کرد. فصل 97-98 لیگ دسته دوم فوق‌العاده ظاهر شد. با پیراهن داماش 13 گل به ثمر رسوند. همراه با این تیم به فینال جام حذفی صعود کرد و فصل بعد مورد توجه رسول خطیبی ماشین سازی در لیگ برتر قرار گرفت. یه ارسال روی دروازه، فرصت برای نفت و گاز و تن به کرنر میدن مدافعان داماش گیلان. یه تعویض رو میخواد انجام بده حمید درخشان. عرفان قربانی است که در کنار خط خودشو آماده میکنه. ببین جای کدام بازیکن رو خواهد گرفت. حدادیفر میره تا ضربه کرنر رو بفرسته. باز هم گل زیبای محمد جایمند رو در تصویر مشاهده میکنیم. ضربه تماشایی او که تنها فقط تور دروازه میتونست این توپ رو لمس کنه. فرصت برای گل دوم، تیر دروازه و دستان سعید ابراهیم پور به داد داماش گیلان میاد. انصافا بازی خوبی رو دارن به نمایش میذارن شاگردان داریوش خان یزدی. با هم تماشا میکنیم. ارسالی که انجام شد، پاسی که داد امین کعبی و ضربه سر سهیل دلفی فرد. یه جورای بدشانس هم بود تو این صحنه سهیل دلفی فرد و البته که نباید چشم پوشی کرد از واکنش سعید ابراهیم پور که بازم احساس ناراحتی میکنه. 2 تا تعویض رو میخواد انجام بده. داماش گیلان 99 محسن انبساطی جای 88 فرشاد هاشمی رو میگیره. همین چهره در تصویر دیدید فرشاد هاشمی رو. این بازیکن شماره 14 جای مهدی خانی رو میگیره. بازیکن شماره 10 محمد مهدی مهدی خانی همراه با فرشاد هاشمی از ترکیب داماش گیلان خارج میشن. عرفان قربانی، محسن انبساطی وارد زمین مسابقه میشن. اما آرمین انبساطی. توپ در اختیار رضا آذری است. سعید ابراهیم پور، سنگربانی یک دست قرمز پوشه داماش گیلان. تاثیر بی نتیجه رو همراه داره مرداد بایرامی روی توپ. همین چهره که توپ رو در اختیار داره. به میانه میدان 8 محمد شریفی. بازیکنان میانی دو تیم بازیکنان بسیار با کیفیتی هستن. یکی از اونها همین شریفی هست. یه پاس بلند پشت مدافعان نفت و گاز رو هدف قرار میده. به خوبی پوشش میدن مدافعان نفت. داغری، یه پاس خوب فرار از کمند آفساید.
حدادی فر به توپ میرسه، ارسال میتونه شکل بگیره، یه ارسال، فرصت برای آلی کثیر، ضربش با فاصله یه جورای زیادی هم از کنار دروازه بیرون، بهتر از اینا میتونست بزنه علی آلی کثیر، مهاجم تنومند نفت و گاز گشتاران و کاملا شناخته شده فوتبال کشورمون. ماشین سازی صنعت نفت آبادان، نفت مسجد سلیمان، نساجی مازندران، آلومینیوم عراق تیمایی بودن که آلی کثیر در لیگ برتر، فرج شهید سپاسی شهر راز شیراز و حالا هم نفت و گاز گشتاران در لیگ دسته اول کشورمون، فولاد نوین و داماش گیلان هم تو لیگ 2. همای دیلم هم مسیری بود برای شناخته شدن علی آلی کثیر در فوتبال ما. همای دیلم در فصل 90 و 91 که اونجا واقعا از محبوبیت بالایی هم برخوردار هست در نزد مردم شهرستان دیلم، شهرستان همجوار گشتاران و استان خوزستان. مهاجم شماره 72 نفت و گاز گشتاران علی آلی کثیر رو عرض میکنم. مشایعت میکنه تا توپ به بیرون بره. 71 امین کعبی خوب کار کرده. امین کعبی در ترکیب تیمش همین چیزی که توپ رو در اختیار داره. تغییراتی که داد در این دیدارهای یزدی حضور بختیاری بود که البته در شروع نیمه دوم تعویض شد و امین کعبی به عنوان بازیکن ثابت ترکیبش. خطای بازی خطرناکه. علی عدادی فر رو اعلام میکنه. گل زیبای محمد جایمند رو تماشا میکنیم. با ضربه بیرون پای تماشایی توپ رو فرستاد به کنج دروازه داماش گیلان و حساب کار رو به تساوی کشون محمد جایمند. تو نیمه اول داماش خوب کار کرد انصافاً به عنوان میهمان و تو شروع نیمه دوم نفت و گاز گشتاران فوق‌العاده بوده. امیر مقداد مالکی با دلفی فرد کار میکنه. داغری، روزبه آرمانه بلند و توپی که بی هدف به بیرون میره. پرتاب برای داماش. آقای درخشان رو در کنار خط مشاهده میکنید. در فصل 93-94 سرمربی پرسپولیس هم شد بعد از علی دایی و تنها نتیجه خوبی که همون فصل با پرسپولیس به دست آورد موفق شد دربی رو پیروز بشه. حمید درخشان دربی رفت رو با گل‌های محمد نوری و امید علیشا پرسپولیس 2-1 از استقلال برد و بعد از اونم جاشو به برانکو ایوانکوویچ داد و روزهای طلایی پرسپولیسی که دیگه آغاز شد و همچنان هم تداوم داره در فوتبال ما. موقعیت برای مرداد بایرامی خوب کار میکنه. مدافع نفت و گاز گشتاران اجازه پیشروی رو نداد به بایرامی با تجربه. کعبی، پرواز آلی کثیر، موفق تر از او کنان تارنجاد. گل داماشی ها رو کنان تارنجاد به ثمر رسون. سهیل دلفی فرد، علی عدادی فرد رو دستش داره. احمد داغری رو در میانه میدان. جنادله از اون تب و تاب اولی افتاد بازی تو نیمه دوم. به کنترل خوب از حدادی فر، یه بازیکن پیش رو داره به تو میزنه. حدادی فر یه پاس رو به بیرون، فرصت برای جایمند. این بار دروازه خیلی بد زد، حالا در رفت و برگشت. فرصت برای جنادله و نهایتا توپ جنادله رو میزنن مدافعان داماش. میتونست بهتر از اینها ضربش رو بزنه. محمد جایمند موقعیت‌های خوبی رو به دست میاره تو نیمه دوم. یکی از اونها رو تبدیل به گل کرده شماره 24 نفت و گاز محمد جایمند. خطا به سود داماش اعلام میشه. یه موقعیت مناسب برای آبی پوشان گیلانی. ما هم میبینیم حرکتی که انجام شد و برخوردی که بازیکن طلایی پوش با بازیکن آبی پوش داره. که خسرو سیاپور بود که سرنگون شد. خطا رو هم مصدق دریس انجام داد.
ببینید از این موقعیت به چه شکل استفاده میکنند آبی پوشان داماش گیلان. 99 محسن انبساطی پشت توپ قرار میگیره، یا همون آرمین انبساطی به شکل ارسال روی دروازه. دلفی فرد برگردون. عرفان قربانی، شریفی اشتباه کرد. شریفی در دادن پاس. امید علیپور قصد عبور داره، پرتاب رو میگیره. امید علیپور سری پرتاب رو هم انجام میده. خطای پرتاب او رو اعلام میکنه کمک داور اول آقای داوود اوروژلو از تهران. مصطفی بینش و داوود اوروژلو از استان تهران هستند. آقای سامان قلاوند هم از لرستان. تعویض دیگر، 2 تا تعویض دیگر رو داماش میخواد انجام بده. 17 علی خدایی جای بازیکن شماره 9 مرداد بایرامی رو خواهد گرفت. دارن یکی از اونها رو انجام دادن. داماشه بازیکن شماره 17 هست. علی خدایی چهره مرداد بایرامی رو هم در تصویر مشاهده میکنید. به شدت ناراحت از تعویضش مرداد بایرامی. بعد نبود توی این دیدار مرداد بایرامی بازیکن شماره 9 و با تجربه داماش. آلی کثیر بازم نتونست 1 و 2 رو پاسخ بده. محمد شریفی، عرفان قربانی، پرتاب برای داماش گیلان. در جدول مسابقات پیکان با 13 امتیاز در صدر جدول قرار داره. مثل شهر بابک و صنعت نفت آبادان تیم‌های دوم و سوم هستن. با همین امتیاز هم در کنار پیکان حضور دارن، ولی به لطف گل زده بهتر پیکانیا در صدر جدول گروه، در واقع در صدر جدول لیگ دسته اول قرار دارن. پرتابی که انجام خواهد شد چیز بلندی رو هم برداشت که خسرو سیاپور. امینی میتونه ارسال انجام بشه. ارسال محمد امینی جالب نبود. داغری فرصتی که میره تا برای نفت و گاز و حدادی فر فراهم بشه. درگیر اونجا علی حدادی فر با 77. رضا آذری. پرچم سامان قلاوند بالا رفته و در آفساید قرار داره عرفان قربانی. این چهره مصطفی بینش هست. نسبت به نیمه اول بسیار کم کار بوده. در نیمه دوم داور مسابقه به شدت 2 تیم معترض بودن به عمل کرده و علی کثیر قصد عبور داره، موفق نبود. علی کثیر جبران میکنه اشتباهشو، ضربش رو هم میزنه تو به سر رفسنجانی برخورد میکنه. یه بار نجات داد تو نیمه اول تیمش هادی رفسنجانی، این بارم تو به سر رو برخورد کرد. بد نبوده مدافع بلند قامت داماش گیلان هادی رفسنجانی تا اینجا کار نمایش خوبی رو ایفا کرده. نتایج بازی همزمان رو با هم مرور میکنیم. دربی کرمان، 2 تیم هم نام مس مثل شهر بابک که مثل کرمان تساوی بدون گل به پایان رسید. بیصد 1 گل زده به پیکان و پیکان داره اولین شکست فصل رو هم تجربه میکنه. آریوس لامشهر دیگر پدیده این فصل رقابت لیگ دسته اول. 1 بر 0 بعد نیروی زمینی جلو. شهر راز هم 1 گل به پارسا جنوبی زد. سایپا گل دوم رو هم به نفت مسجد سلیمان زده. شهرداری نوشهر هم در ادامه روزهای خوبش با رضا ربیعی برادر محمد ربیعی شهرداری آستارا همنام گیلانی خودش رو 2 بر 1 شکست داده. پالایش نفت و فجر سپاسی هم 1 بر 1 هستن. بازی که در بندر عباس برگزار میشه و تیم محبوب فوتبال خوزستان شهر آبادان، صنعت نفت آبادان 2 گل جلو هست از حریف خودش. صنعت نفت تیمی که سال گذشته در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشورمون حضور داشت. کار خطرناک سعید ابراهیم پور. واقعا دقایق اولیه نیمه دوم فوق‌العاده بود جریان مسابقه. 2 تیم موقعیتایی داشتن من جمله نفت و گاز که نتونستن از اونها استفاده کنند.
صنعت نفت 2-0 مثل سنگان تبریز رو شکست داده. اون بازی دقیقه 40 هست. رفسنجانی با امینی کار میکنه، بازی رو آرام میکنن شاگردان حمید درخشان. شریفی رو نتونستن ببینن. تکل بلند و تماشایی محمد جایمند. داغری کار ترکیبی و زیبای نفتوگازی ها. ببینیم به کجا ختم میشه. پاس بلند جنادله به جایی که حدیثفر حضور داره یه سر توپ میزنه بدون خطا، توپ رو میگیرن داماشیا. داروش یزدی نشسته روی نیمکت و صحبت‌ها رو افشین کمایی دستیار اول او انتقال میده به بازیکن نفت و گاز گشتاران. تو در اختیار نفتی ها هست در سمت راست. دلفی فرد با حدادی فرد. داغری فضای خوبی داره. این چره جنادله میتونه بازی رو انتقال بده، اقدام به شوت هم میکنه. حالا بازی در سمت چپ در اختیار مصدق دریس هست. پیشروی داره یه بازیکن را خدایی باشه. ارسال روی دروازه، فرصت برای گل دوم. نتونه ضربه‌شو بزنه احمد رضا جنادله. خودش در متن حرکت قرار داشت تو این صحنه. اگه میرفت گل از گلای خوبه این فصل لیگ دستی اول ما هم لقب میگرفت. کار خوب آلی کثیر تو این صحنه. و ضربه‌ای که نهایتاً زده شد توسط احمد رضا جنادله. نفت و گاز انصافاً در نیمه دوم متحول تر ظاهر شده نسبت به داماش گیلان. یه تعویضم بیشتر انجام نداد آقای داریوش یزدی. یه پاس در عمق از داغری، پاس قشنگی هم بود. حدادی فر فرصت برای نفت و گاز درونه محوطه جریمه. امید علی پور که اونجا از دروازه خارج میشه. سعید ابراهیم پور توپ رو جمع میکنه. دوتا گلر با تجربه داره داماش گیلان، سعید ابراهیم پور و یوسف بهزادی. هر دو هم سابقه حضور در لیگ برتر رو در کارنامه دارند. توپ در اختیار نفت و گازی ها هست. آلی کثیر پاس بلند به جایی که حضرتفر حرکت کرده و باز هم ابراهیم پور که از دروازه خارج میشه و توپ رو جمع میکنه. با نتایج به دست آمده تا اینجای کار تیم محبوب شهر نخل و آفتاب، مهد فوتبال و خوزستان صنعت نفت آبادان به صدر جدول مسابقات میره. صنعت نفت از 7 بازی خودش با 5 پیروزی 1 مساوی با 16 امتیاز در صدر جدول مسابقات تا پایان هفته هفتم قرار میگه. آریو اسلامشهر هم 14 امتیازه هست. حتی نتایج بازی ها تا دقیقه مثلا تقریبا 70-80 بازی تا اینجا کار به دست آمده، جدا از بازی صنعت نفت آبادان که تقریبا به دقایق پایانی نیمه اولش داریم نزدیک میشیم. مثل شهرواحد که بازیش تموم شد. بیست هم که بازیش با پیکان همچنان در حال جریان هست. سایپا هم که تموم شد. فجر سپاسی هم در حال جریان هست. در قرار جدول مسابقات دیگر نماینده استان گیلان شهرداری آستارا قرار داره. شهرداری آستارا نیروی زمینی تنها تیم هایی هستن که پیروزی رو به دست آوردن در این فصل. موقعیت برای امید علی پور و تگل شجاعانه مدافع داماش گیلان. کیخسرو سیاپور هست که مانع فروپاشی در داماشا برای بار دوم میشه. تعویضی که برای نفت و گازی ها در راه خواهد بود. شماره 7 علی غلامرضایی هست که میخواد وارد زمین مسابقه بشه. تعویض رو هم نگه داشت آقای یزدی و حالا انجام میشه. 23 سهیل دلفی فرد از ترکیب خارج میشه و 7 علی غلامرضایی وارد ترکیب میشه. هنوزم در کنار خط
و حالا وارد زمین مسابقه میشه. علی غلامرضایی جای سهیل دلفی فرد میگیره. بارها و بارها شاهد مصدومیت سعید ابراهیم پور سنگربان داماش گیلان هم بودیم. بازم حضور اکیپ پزشکی بالای سر سعید ابراهیم پور. خوب کار کرده درون دروازه سعید ابراهیم پور. سنگربان داماش جدا از اینکه گل خوشگلی رو دریافت کرد، در تمامی صحنه‌ها به خوبی ظاهر شده. ببینیم قادر به ادامه بازی خواهد بود یا خیر، که آره میتونه کار رو ادامه بده. سعید ابراهیم پور، کورنر از سمت چپ زده خواهد شد. تجمع بازیکنان دو تیم درون محوطه جریمه، یارگیری نفر به نفر که انجام شده. به تیر اول برمیگردونه فردین نجفی. دریس بازم در سمت چپ، یه ارسال دیگه، بازم برگشت توپ توسط مدافعان داماش. مصدق دریس، حرکت پا به توپ مصدق دریس، اعتقاد به خطا داشت دریس و نهایتاً پرتابی که میگیرن داماشیا. که خسرو سیاپور پرتاب رو انجام خواهد داد. نتایج بازی همزمان رو میبینید. پالایش نفت و فجر سپاسی 1-1، صنعت نفت 2 گل زده به مس سونگون. این بازی هم که 1-1 است. شهرداری نوشهر 2-1، سایپا که 2-3 و نفت مجد سلیمان در واقع پیروز شد. سایپا مقابل نفت مجد سلیمان. بازی سایپا و نفت مجد سلیمان رأس ساعت 17 در کرج برگزار شد. تکل بلند کعبی، تکل شجاعانه‌ای بود، فوق‌العاده بود. امین کعبی در خط دفاعی نفت و گاز. جایمند در میانه میدان، حدادی فر رو دستش داره داغری رو. حدادی فر کوتاه کار میکنه با غلامرضایی. اولین توپ رو هم دشت میکنه علی غلامرضایی. یه پاس در عام، عالی کثیر به دنبال توپ که اونجا به خوبی کنعان طاهرنژاد پوشش میده، کاپیتان داماش گیلان. داماش گیلان در سال 1350 با نام استقلال رشت یا همون تاج رشت فعالیتش آغاز شد. تقریبا چیزی در حدود 30 سال با نام استقلال رشت بود. چیزی در حدود 6 سال هم با نام پگاه گیلان بود. و سال 1387 به اینور با نام داماش گیلان تیم آبی پوش شهر فوتبالخیز و فوتبال دوست رشت در سطح فوتبال ما فعالیت میکنه با نام داماش. چیزی در هولوش اشتباه غلامرضایی خیلی بد بود تو این صحنه. والی کثیر که اونجا به کمکش میاد. چیزی در هولوش 4 دوره با نام داماش سابقه حضور در لیگ برتر داره. تکل خطرناک عرفان و قربانی روی پای روزبه آروانه و کارت زردی که دریافت میکنه عرفان و قربانی. احساس ناراحتی هم میکنه روزبه آروانه. بازیکن شماره 4 نفت و گاز گشتاران. شاهد نوی وقوع خطا هم بودید. داماش در رقابت لیگ برتر حضور داشت. در همون 4 سالی هم که حضور داشت تونست به مرحله نیمه نهایی جام حذفی هم صعود کنه در فصل 92-93 که با قبول شکست در ضربات پنالتی مقابل پرسپولیس نتونست به فینال مسابقات راه پیدا کنه. 5 سال بعد اونا اتفاقی بزرگی در فوتبال گیلان و کشورمون رقم زدن. به عنوان یه تیم لیگ دویی موفق شدن به فینال مسابقات صعود کنن که این بار هم مقابل پرسپولیس باختند و نتونستن قهرمان جام حذفی بشن. خطای
بازیکن طلای پوش اعلام میشه. با نام پگاه گیلان هم با هم تماشا میکنیم. این نحوه خطایی که انجام شد خطای احمد داغری بود. اعتراضات که خسرو سیاپور موجب میشه او هم کارت زرد دریافت کنه. بازیکن شماره 2 داماش گیلان، بازیکن سابق پارس جنوبی جمع که خسرو سیاپور با نام پگاه گیلان هم اونها یه بار تونستن به فینال جام حذفی صعود کنن. به فینال جام حذفی 86 87 صعود کردن. که با قبول شکست این بار مقابل دیگر نام بزرگ پایتخت استقلال نتونستن قهرمان بشن. تعویضا هم انجام میشه. شماره 55 داماش آرمان لطف خدا و شماره 70 رضا زاد تبار به ترتیب جای فرشاد هاشمی رو میگیرن. و جای محمد شریفی رو میگیرن در ترکیب. آرمان لطف خدا و رضا زاد تبار دو تعویض پایانی داماش گیلان بودن. چهره آقای درخشان رو هم در تصویر مشاهده میکنید. جای فرشاد هاشمی و محمد شریفی رو میگیرن. 1-1 مساوی. داماش گیلان نفت و گاز گشتاران. پرتاب رو انجام میده محمد امینی. قربانی توپش برخورد میکنه به علی عدادی فر و پرتاب برای داماش شکل میگیره. فکر کنم کورنر شده. آره تو به کورنر رفته و پشت توپ قرار میگیره. محمد امینی ارسال روی دروازه. فرصت برای داماش برمیگردونه امیر مقداد مالکی. اونجا خطای بازیکن داماش روی امیر مقداد مالکی سنگربان شماره 1 که نفت و گاز گشتاران اعلام میشه. سریعا بلند میشه و به کار ادامه میده. امیر مقداد مالکی جنادله در قلب خط میانی مصدق دریس رو در سمت چپ میبینه. گل‌های کنان طاهر نجات برای داماش و محمد جایمن برای نفت و گاز گشتاران تساوی 1-1 رو تا اینجای کار رقم زده برای نمایندگان کوکیلو، بویر احمد و گیلان. امید علیپور فرصتی که برای مصدق دریس درون محوطه جریمه داره انجام میشه. پشت محوطه جایمند جنادله رو دستش داره مصدق دریس رو. علیپور نزدیک میشن به دروازه داماش گیلان. فرصت برای علیپور و نفت و گاز گشتاران. توپ رو گرفت فردین نجفی. جالب نبود کار امید علیپور تو این صحنه. نهایتاً روزبه آروانه که به خوبی کار میکنه تو این صحنه. هفته هفتم رقابت‌های لیگ دستی اول باشگاه کشور جام آزادگان رو دنبال میکنید از ورزشگاه پیر شهید بهنام محمدی شهر مسجد سلیمان. شهر اولین ها، اولین توپ فوتبال ایران، اولین چاه نفت ایران زمین در همینجا مستقر شد در شهر مسجد سلیمان. بازیکن‌های بزرگی رو همین شهر به فوتبال ما مطرح کرده. از دروازه خارج میشه. مالکی توپ رو میرسونه به حدادی فر. داغری جنابازی رو عوض میکنه. کعبی جنادله قلب خط میانی نفت و گاز تو نیمه دوم فوق‌العاده ظاهر شده. حدادی فر حالا کسی را پشت محوطه میبینه.
بازم جنادله، علی کثیر میرسونه به محمد جایمند. فرصت برای نفت و گاز گشتاران هست در سمت راست، فضای خوبی رو داره علی غلامرضایی. همین چهره یه بازیکن به استقبالش رفت، محمد امینی باشه. ارسال میتونه شکل بگیره، سر توپ تماشایی برچگی از ارسال رو انجام میده، سیاپور برمیگردونه حالا در ضربه داغری که جالب نبود. همچنان موقعیت برای نفت و گاز گشتاران هست و نهایتاً توپ دور میشه. پرتاب رو گرفت روزبه آرمانه. با نتایجی که تا اینجا کار به دست آمده، صنعت نفت آبادان در صدر جدول مسابقات قرار میگیره. فرصت برای نفت و گاز، یه ارسال درون محوطه جریمه، یه پا کم آورد، عالی کسی رو نتونه ضربه پایانیش رو بزنه. مهاجم کهنه‌کار نفت و گاز گچساران، بسیار هم محبوب در نزد هوادارهای داماش. برای عرض کردم با داماش مسیر حضورش در لیگ برتر رو انتخاب کرد علی آل کثیر، مهاجم شماره 72 نفت و گاز گچساران. علی عدادیفر، غلامرضایی، جایمند، فرصت برای نفت و گاز. چه پاس خوبی داد محمد جایمند. علی پور پیشور داره که خسرو سیاپور رو عبور میکنه اونجا. علی پور رو اجازه کار رو کنان طاهر نژاد نداد به امید علی پور ضربه آخرش رو بزنه. موقعیت خوبی است برای غلامرضایی، رو دستش داره حدادیفر رو. ارسال حدادیفر درون محوطه جریمه، برمیگردونن آبی پوشان داماش. قربانی اشتباه میکنه، غلامرضایی کم تعدادن تو محوطه مهاجمای نفت و گاز. انتقال بازی به سمت چپ، مصدق دریس خدایی رو پیش رو داره، یه ارسال، توپ رو گرفت ابراهیم پور. این موقعیت هم از دست میره برای نفت و گاز گچساران، میزبان این دیدار. اونا بازی خوبی رو به نمایش گذاشتن تا اینجا کار، بلخص تو نیمه دوم. فرصت برای داماج داره فراهم میشه درون محوطه که اونجا ضربه دروازه رو اعلام میکنه آقای بینش، داور مسابقه. این بار داماشیا به نحوه قضاوت معترض هستن، اتفاقی در این اول هر دو تیم به اون معترض بودن. جنادله به استقبالش میاد کنان طاهر نژاد و نهایتاً ضربه دروازه برای داماش گیلان. آغازگر بازی خواهد بود سعید ابراهیم پور، سنگربان داماش گیلان. تعویض برای نفت و گاز گشتاران انجام خواهد شد. امیرحسین اسکندری جای محمد جایمند رو میگیره که گل تساوی بخش نفت و گاز رو به ثمر رسوند. پرتاب برای نفت و گاز گچساران، کبی با آروانا کار میکنه. 84 دقیقه از زمان مسابقه رو هم پشت سر میگذرونیم. تنها 6 دقیقه تا پایان این دیدار زمان باقی مانده. حدادیفر قصد عبور داشت، موفق ظاهر میشه رضا آذری. زاد تبار سال گذشته از بازیکن ثابت ترکیب داماش گیلان، رضا زاد تبار. احساس ناراحتی میکنه روزبه آرمانه.
که از بهترین های نفتگاز در این فصل از رقابت های لیگ دستی اول کشورمون بوده. همین چهره بازیکن شماره 4 که بلندش رو به کار هم ادامه میده. جا داره در بالاخره یه کارت زرد رو میگیره سعید ابراهیم پور به دلیل تعللایی که داره در جریان مسابقه. خب جدول لیگ رو با هم دنبال میکنیم. آریو اسلامشهر ظاهرا بازیش تموم شده و با 14 امتیاز فعلا در صدر جدول. مثل شهر بابک تیم دومه، بعثت کرمانشاه، پیکان، صنعت نفت هنوز بازیش تموم نشده. فجر سپاسی هم به همین شکل. کار بسیار زیبای همکاران بنده رو در تصویر مشاهده میکنید. تشکر میکنم از این حسن سلیقه‌ای که همکاران بنده خرج میدن در شبکه آنتن در مرکز خوزستان. بسیار زیبا هست. جا داره یک تشکر جانانه داشته باشم از همکاران پرتلاشم. بارها خودشو انداخت روی زمین سعید ابراهیم پور تا اینکه راضی میکنه آقای بینش رو او رو با کارت زرد جریمه کنه. داور تهرانی این دیدار. نجفی اشتباه میکنه. کعبی دقایق پایانی این دیدار هست. تشکر میکنیم از مدیریت محترم شرکت بهره برداری نفت و گاز گشتاران. فرصت برای نفت و گاز. آقای مهندس کمالی و همچنان موقعیت هست برای نفتی ها در رو محوطه. امید علیپور توپ رو گم کرد و نهایتاً توپ رو هم از دست میده. امید علیپور نیمکت نشینان داماش گیلان رو در تصویر مشاهده میکنید که ایستاده دارن کار رو دنبال میکنند. اونم وضعیتشون خوب نیست در جدول مسابقات. عرض کردم تو نیمه اول یک پیروزی رو تا اینجای فصل بیشتر به دست نیاوردن. اونم مقابل نفت مسجد سلیمان در همین ورزشگاه. تشکر میکنیم از مهندس کمالی مدیر عامل محترم شرکت بهره برداری نفت و گاز گشتاران، همچنین دکتر انبریان ریاست محترم امور ورزش نفت و گاز گشتاران، عزیزانی که تلاش کردن تا این بازی در شهر مسجد سلیمان و در زمین هموار شهید بینام محمدی برگزار بشه. این هم نیمکت نشینان نفت و گاز گشتاران. آقای کمایی رو هم دیدید، ریاست محترم هیئت فوتبال و یکی از مدیران اجرایی باشگاه نفت و گاز گشتاران که در کنار خط حضور داشت. حالا فرصت برای نفت و گاز پشت محوطه جریمه. موقعیت برای غلامرضایی. یکم کار شلوغ میشه برای نفتی ها. غلامرضایی کارو سخت میکنه. داغری بازیکن شوتزنی هم هست و این موقعیت یه جورایی از دست میره. حدادی فر میخواد ارسال رو انجام بده. کوتاه روی دروازه. رو دور میکنند. آرمان لطف خدا این کار رو انجام داد. نهایتاً خطای روزبه آروانه رو اعلام میکنه مصطفی بینش روی فردین نجفی. یه تشکرم داشته باشیم از جناب آقای دکتر تاجگردون نماینده محترم مردم گشتاران و باشت که به هر حال پایکار هستن و به شدت دارن تلاش میکنن زمین و چمن ورزشگاه شهدای نفت گشتاران هرچه زودتر ترمیم بشه و زیرساختاش انجام بشه و در ادامه نفت و گاز بتونه مسابقات خانگی خودش رو در شهر گشتاران و در حضور پرشور دوستداران گشتارانی برگزار کنه. پاس خوب لطف خدا. علی خدایی یه ارسال روی دروازه. کار خوبه روزبه آروانه. فوق‌العاده است این روزبه آروانه. چهره داروشی عزیز رو مشاهده میکنید. نفت و گاز داره آرام آرام اولین تساوی فصل رو به دست میاره. جنادله درگیر بود با رضا آذری، موفق هم شد احمد رضا جنادله. داغری
حدادی فر، غلامرضایی. آخرین موقعیت برای میزبان تا بتونه 3 امتیاز رو در خانه به دست بیاره. به زمانهای اضافه هم میرسیم. 5 دقیقه زمان اضافه محسوب میشه. فرصت برای نفت و گاز گشتاران. غلامرضایی میتونه ارسال انجام بشه. یه پاس رو به بیرون و بعد موقع رو داد داغری. فشار حفظ میشه روی دروازه داماش. حدادی فر درون محوطه. عالی کثیر. یه پاس رو به بیرون. فرصت برای غلامرضایی. حالا در ریوان فرصت برای نفت و گاز گشتاران. سوپر واکنشه سعید ابراهیم پور. ضربه بی دقت امید علی پور که تو به لبه تو برخورد میکنه این موقع از دست میره. با هم میبینیم شیرجه بلنده سعید ابراهیم پور و ضربه علی پور که در ریواند زده شد. غلامرضایی بود که شانسش رو امتحان کرده بود برای زدن گل. بازم احساس ناراحتی میکنه سنگربان داماش گیلان. قبلا ایراد میگرفتیم از کشورهای حاشیه خلیج فارس از اینکه سنگرباناشون بازیکناشون اتلاف وقت میکنن، اما سالهاست که در فوتبال خودمون این حرکات دیگه مد شده و اصلا هم پسندیده نیست. به هر حال بازم بلند میشه و به کار ادامه میده. سعید ابراهیم پور. 5 دقیقه زمان اضافه محسوب شد برای پایان نیمه دوم این دیدار. این ارسال حدادی فر هست. باز هم عالی کثیر تیمشو در موقعیت گلزنی قرار داد. حالا فرصت برای داماش گیلان و این ضربه علی غلامرضایی است که با شیرجه زیبای سعید ابراهیم پور همراه شد. قربانی ارسال برمیگردونن. بازم موج حمله میتونه شکل بگیره برای نفت و گاز. غلامرضایی به سرعت دارن خودشون میرسونن به محوطه جریمه نفت و گاز. طلایی پوشان عذرخواهی میکنم، بچهای نفت و گاز داشتن خودشون میرسونن به محوطه جریمه آبی پوشان داماش که نهایتاً این موقعیت هدر رفت و سعید ابراهیم پور بازی رو آرام میکنه. این بار احساس ناراحتی نمیکنه سنگربان داماش، میتونه به کار ادامه بده. چرا؟ چون توپ رو در اختیار داره. ضربه سر رو میدن روزبه آروانه. برمیگردونه رفسنجانی. قربانی. بازم میبینیم گل زیبای جایمند رو، گل تساوی بخش نفت و گاز گشتاران. قربانی توپ رو به کنارها میبره. قطعا این حرکت برای اتلاف وقت خواهد بود. اونا راضی هستن از تساوی بیرون از خانه شاگردان حمید درخشان و نهایتاً ضربه دروازه که اعلام میشه. به تشکر جانانه داشته باشیم از برای بچه‌های خوب مجموعه ورزشی شهید بینام محمدی و مسجد سلیمان، عزیزانی که تلاش کردن تا این بازی در شهر مسجد سلیمان برگزار بشه و همچنین همکاران پرتلاش بنده مستقر در ورزشگاه شهید بینام محمدی که به هر حال این بازی رو با 3 دوربین تقدیم نگاه‌های پرمهر شما علاقه‌مندان به فوتبال در نقطه به نقطه کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران کردن. اسکندری با حدادی فر. غلامرضایی رو عقب با آروانه. استفاده از توپای بلند تو این دقایق میتونه کارسازتر باشه. بازیکن بلند قامتی هم دارن نفتی و درون محوطه. داغری. حدادی فر. ارسال روی دروازه درون محوطه. غلامرضایی. داغری. بازیکن شوت زنی هم هست، توپش برخورد میکنه به بچهای داماش. پرتاب رو انجام میده آروانه. همه نگاه به مصطفی بینش داور تهرانی این دیدار هست. جنادله احمد داغری رو داره در موقعیت بسیار مناسب. حدادی فر هم حرکت کرده. بازم داغری. ارسال روی دروازه. برگشت تو فشار حفظ میشه روی دروازه داماش. اشتباه مصدق یه لحظه نزدیک بود این موقعیت رو بگیره از گشتارانیا. کعبی. دقایقی است که توپ رو در اختیار دارن شاگردان آقای
یزدی یه نگاهی هم به ساعتش انداخت. داور مسابقه تکل بلند فردین نجفی و به شدت احساس ناراحتی میکنه. فردین نجفی بازی رو نگه میداره. داور مسابقه آقای بینش و فردین نجفی که احساس ناراحتی میکنه. یه درگیری هم اونجا میان روزبه آروانه با بازیکن داماش گیلان انجام میشه. به هر حال دقایق پایانی این بازی داره جنجالی پیش میره. دلیل اون هم اتلاف وقت بچهای داماش گیلان بود. یه کارت زرد نشون داد به رضا آذری از داماش گیلان، یه کارت زرد هم به روزبه آروانه نشان میده. آی بینش به هر حال تاثیرگذار بود. مسئولیت‌های پیاپی آبی پوشان گیلانی. به کام نفتی‌ها خوش نیومد این حرکات. پرتاب رو انجام میده عدادی فر. پرتاب برای نفت و گاز گشتاران. آخرین موقعیت ها برای نفت و گاز. میزبان این دیدار مقابل داماش گیلان. ببینیم این موقعیت به کجا ختم میشه. در زمانهای اضافه نیمه دوم هستیم. روی دروازه فرصت برای نفت و گاز. این موقعیت هم از دست میره و اینجا سوت پایان بازی به صدا در میاد. اولین تساوی نفت و گاز گشتاران در این فصل از رقابت‌های لیگ دستی اول جام آزادگان. گل‌های کنعان طاهرنژاد و محمد جایمند این تساوی رو رقم زد. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست و ورزشکار باشید. باز هم تشکر میکنم از همکاران پرتلاشم مستقر در ورزشگاه شهید. خب دوستان، پنجمین مساوی در هفتمین بازی ما. یه بازی رو بردیم، یکی رو باختیم، 5 تا مساوی به دست آوردیم. خودتون بگید دیگه، بگید که از این نتایج با توجه به بضاعت تیم آیا راضی هستید یا نه. اولین تساوی نفت و گاز هم به دست اومد. من فکر میکنم هممون اینجا موافق باشیم که داماش از ابتدای نیمه دوم حتی در اواخر نیمه اول مدام داشت سعی میکرد که مثل بازی‌های قبلیش نتیجه رو حفظ کنه. یعنی حتی اگر به اون گل نیمه اول هم نمیرسیدیم، من فکر میکنم که بچه‌ها دنبال نتیجه 0-0 بودن و این واقعا به نظر من هوادار کار جالبی نیست. و من کامنت های شما هم دارم میخونم، میخورده رشته کلامم رو گم کردم. واقعا داشتم عرض میکردم این در شأن داماش نیست که اینجوری بخواد بازی کنه، اینطوری دنبال تساوی باشه در هر حالتی. واقعا لزومی نداشته که اگر خیلی زود به گل رسیدیم بخوایم از همون نیمه اول بازی تدافعی کنیم. من در بین دو نیمه گفتم ای کاش گفتم داماش مثل بازی قبلی عمل نکنه، ولی دقیقاً مثل بازی قبلی عمل کرد و شروع کرد به دفاع کردن. واقعا
توانی برای خوندن کامنتام ندارم. همینجا ازتون خداحافظی میکنم.